رنگ‌ها تأثیر عمیقی بر احساسات و رفتار انسان‌ها دارند و در روانشناسی رنگ‌ها هر رنگ معانی و تأثیرات خاصی دارد. در این کلیپ به برخی از رنگ‌های پرطرفدار و روانشناسی آنها اشاره می‌کنیم. خب بریم سراغ ویدیو. رنگ قرمز، معانی: عشق، هیجان، انرژی، خطر. تأثیرات: قرمز می‌تواند احساسات قوی را برانگیزد و توجه را جلب کند. این رنگ معمولاً با عشق و اشتیاق مرتبط است. آبی: معانی: آرامش، اعتماد، صداقت. تأثیرات: آبی می‌تواند حس آرامش و سکون را ایجاد کند. این رنگ معمولاً برای ایجاد حس اعتماد و امنیت استفاده می‌شود. زرد: معانی: خوشحالی، انرژی، خلاقیت. تأثیرات: زرد رنگی شاد و پر انرژی است که می‌تواند حس خوشحالی و خلاقیت را تقویت کند. اما اگر بیش از حد استفاده شود، ممکن است احساس اضطراب ایجاد کند. سبز: معانی: طبیعت، رشد، تعادل. تأثیرات: سبز معمولاً با طبیعت و تجدید حیات مرتبط است و می‌تواند احساس آرامش و تعادل را به ارمغان آورد. بنفش: معانی: خلاقیت، معنویت، لوکس بودن. تأثیرات: بنفش معمولاً با خلاقیت و تفکر عمیق مرتبط است و می‌تواند حس لوکس بودن را منتقل کند. صورتی: معانی: محبت، لطافت، زنانگی. تأثیرات: صورتی معمولاً حس، محبت و آرامش را ایجاد می‌کند و به عنوان رنگی ملایم و دلپذیر شناخته می‌شود. سیاه: معانی: قدرت، مرموز بودن، ایلگنسی. تأثیرات: سیاه می‌تواند حس قدرت و رازآلودگی را منتقل کند. همچنین رنگی است که به عنوان نمادی از ایلگنسی و لوکس بودن شناخته می‌شود. سفید: معانی: پاکیزگی، سادگی، تازگی. تأثیرات: سفید معمولاً با پاکیزگی و سادگی مرتبط است و حس تازگی و آرامش را به ارمغان می‌آورد. استفاده از رنگ‌ها در طراحی، مد، دکوراسیون داخلی و هنر می‌تواند تأثیر زیادی بر احساسات و رفتار افراد داشته باشد. انتخاب رنگ مناسب می‌تواند به ایجاد جو مطلوب و تاثیرگذاری مثبت کمک کند. اگه این ویدیو برات جالب بود، لطفاً کانال ما رو دنبال کن.